نه به تصادف. آیا شما هم عزیزی رو توی تصادف جاده‌ای از دست دادین؟ داغی که هرگز فراموش نمیشه و آسیبی که جبران ناپذیره. فقط در سال 1402 بیش از 20,045 نفر جون خودشون رو تو تصادفات از دست دادن. اما این فقط یه عدد نیست. هزاران نفر دیگه مجروح، معلول یا برای همیشه سوگوار شدن. همه چیز از یه لحظه بی‌توجهی شروع میشه. یه تصمیم عجولانه، یه اشتباه کوچیک، یه نگاه کوتاه به موبایل و بعد حادثه‌ای که هیچ وقت به عقب برنمیگرده. وقت تغییر همین حالاست. بذارین امسال نگفتن رو تمرین کنیم. نه به موبایل، نه به سبقت بیجا، نه به رانندگی تو خستگی و نه به تصادف. لطفاً رعایت کنیم تا بمونیم برای عزیزانمون. پویش سراسری نه به تصادف. نه به تصادف.